فصل 4 درمان‌های ذهنی در دوران باستان. در طول تاریخ تمدن انسانی افراد زیادی از اقوام و ملیت‌های گوناگون به طور ناخودآگاه باور داشته‌اند که در گوشه‌ای از جهان نیروی اسرارآمیز و شفابخش وجود دارد که می‌تواند تمامی عملکردهای بدن انسان را به حالت طبیعی خودشان بازگرداند و همه بیماری‌های او را درمان کند. آنها باور داشته‌اند که این نیروی خارق‌العاده تحت شرایط به خصوصی فعال می‌شود و به دنبال آن کلیه درد و رنج‌های فرد بیمار التیام می‌یابد. در تاریخ کلیه ملت‌ها شواهدی دال بر تایید این باور در بین مردم آنها وجود دارد. در ابتدای تمدن بشری مردم باور داشتند که قدرت مرموز و اسرار شفابخشی و درمان بیماران تنها در اختیار کشیشان و مردان مقدس هر قوم است. از نظر مردم نیروی شفابخشی قدرتی بود که مستقیما از سوی خداوند به آنها اعطا شده بود و اقدامات و رسوم مربوط به فرایند درمان بیمار در هر قوم و ملتی با بقیه متفاوت بود. در هر باوری فرایند درمان با نوعی مراسم دینی و مذهبی همراه بود تا لطف خداوند را برای شفای بیمار جذب کنند. مراسمی مانند قربانی کردن، رقصیدن دور آتش و یا استفاده از انواع طلسم و گردنبند و چیزهایی از این قبیل. برای مثال در برخی از مذاهب باستانی موبدان در معابد به افراد بیمار مواد مخدر می‌خورانده اند و قبل از اینکه بیمار به خواب برود در حالت شبیه تمرکز به او تلقین می‌کردند که خداوند در خوابش به دیدار او می‌آید و بیماریش را درمان می‌کند. اتفاقاً در خیلی از این موارد هم فرد بیمار شفا می‌یافته است. اکنون دیگر برای شما هم کاملا مشخص است که این اتفاق تنها نتیجه تلقین به ضمیر ناخودآگاه فرد بیمار بوده است. افرادی که در یونان باستان هکاته را می پرستیده اند اعتقاد داشته اند که بعد از اجرای آداب و رسوم به خصوصی این الهه به خوابشان می آید و بیماریشان را درمان می کند. آنها باید قبل از رفتن به خواب بر اساس یک دستورالعمل عجیب و اسرارآمیز به درگاه آن الهه دعا می کرده اند. آنها باید دم مارمولک را با رازیانه، کندر و صمغ درخت مرمکی ترکیب می کردند و در فضای باز و زیر نور مهتاب این ترکیب را می ساییدند تا به صورت آرد در بیاید و سپس آن آرد را در شراب حل می کردند و می نوشیدند. در گزارش هایی که از آن دوران موجود است بسیاری از آن افراد به دنبال نوشیدن این معجون تهوع آور شفا پیدا کرده اند. کاملا واضح است که این آداب و رسوم عجیب و غریب قدیمی که به یک مورد از آنها اشاره شد از طریق تأثیر گذاشتن بر روی تصورات افراد باعث می شده است که ضمیر ناخودآگاه آنها راحت تر آن تلقین را بپذیرد. در واقع در تمام این موارد این ضمیر ناخودآگاه خود بیمار بوده است که او را شفا داده، نه یک نیروی جادویی و اسرارآمیز.
در طول قرن‌های متمادی این شفادهندگان مرموز توانسته‌اند به نتایجی دست پیدا کنند که حتی حاذق‌ترین پزشکان هم از رسیدن به آنها عاجز بوده‌اند. مسلماً این مسئله ارزش فکر کردن را دارد. این افراد که عموماً هم هیچ گونه دانش پزشکی ندارند و در تمام نقاط مختلف جهان دیده می شوند، چگونه می توانند بیماران را درمان کنند؟ پاسخ این سوال به اعتماد و باور کور شخص بیمار به این افراد و در نتیجه آزاد شدن قدرت شفابخش نهفته در ضمیر ناخودآگاه خودشان است. در بیشتر موارد داروها و روش‌هایی که توسط این افراد به کار گرفته می شده حالتی مرموز و اسرارآمیز داشته که موجب تحریک قوه تخیل فرد بیمار می شده است و احساسات آنها را بیدار می کرده است. قرار گرفتن در این حالت ذهنی باعث می شده است که ذهن بیمار چه در سطح هوشیار و چه در سطح ناخودآگاه آمادگی بیشتری برای تلقین سلامتی توسط فرد درمانگر پیدا کند. در فصل بعد این مسئله را بیشتر می شکافیم و جنبه‌های مختلف آن را بررسی می کنیم. استفاده از قدرت‌های ضمیر ناخودآگاه در انجیل. هر چیزی را که می خواهید برای به دست آوردنش دعا کنید، به نحوی که باور داشته باشید به آن چیز رسیده اید و شک نکنید که دعای شما مستجاب می شود. انجیل مارک. به تفاوت زمان افعال در جمله بالا دقت کنید. این جمله به ما میگوید که به عنوان یک حقیقت باور کنیم که همین الان خواسته من محقق شده است و به چیزی که میخواستیم رسیده ایم. اگر چنین کاری را انجام بدهیم، این تصویرسازی ذهنی و باور قلبی باعث می شود که خواسته ما در زمان آینده به واقعیت تبدیل شود. موفقیت این روش در گرو میزان اطمینان و باور قلبی به این است که خواسته‌اش همین الان هم برآورده شده است و آن فکر، ایده و یا تصویر ذهنی درباره خواسته‌اش واقعیت دارد. برای اینکه ضمیر ناخودآگاه بتواند چیزی را به واقعیت تبدیل کند، آن چیز باید به عنوان یک حقیقت موجود در ذهن فرد پذیرفته شود. این جمله رمزی که در انجیل آمده است، روشی دقیق و مشخص را برای استفاده از نیروی آفریننده ضمیر ناخودآگاه به خواننده آموزش می‌دهد و آن روش چیزی نیست جز ایجاد یک تصویر ذهنی از چیزی که می‌خواهید و پذیرفتن آن تصویر ذهنی به عنوان یک واقعیت موجود. فکر، ایده و هدف شما در سطح خودش به همان میزان واقعیت دارد که دست و یا قلبتان واقعیت دارد. با دنبال کردن روشی که در انجیل آمده است، شما تمام ملاحظات مربوط به شرایط، موقعیت‌ها و هر عامل بیرونی دیگری را که ممکن است مانع محقق شدن خواسته و هدفتان شود، از ذهنتان بیرون می‌ریزید و باور می‌کنید که از همین الان آن خواسته تحقق یافته است. شما با این کار یک بذر یعنی فکر را در ذهنتان می‌کارید و اگر آن را دست نخورده رها کنید، بدون شک میوه و حاصل آن بذر را در دنیای مادی خواهید دید. مهمترین شرطی که حضرت عیسی بر روی آن تاکید می‌کند ایمان است. شما در جای جای انجیل می‌توانید این جمله را بخوانید. زندگی شما به ایمانتان بستگی دارد. اگر شما بذرهای مشخصی را در زمین بکارید، مطمئن باشید که میوه آن بذرها همان چیزی خواهد بود که در ذات آنهاست،
این قانون طبیعت است. شما بذر هر چیزی را که بکارید همان محصول را برداشت می کنید و هیچ استثنایی در این میان وجود ندارد. ایمانی که در انجیل به آن اشاره می شود یک شیوه فکر کردن، یک نگرش ذهنی و یک اطمینان درونی است. داشتن ایمان یعنی این که شما بدانید که ایده ای را که توسط ذهن هوشیارتان به صورت کامل میپذیرید در ضمیر ناخودآگاهتان ثبت می شود و نهایتاً در جهان مادی به صورت یک واقعیت تجسم پیدا می کند. ایمان به معنی این است که چیزی را به عنوان یک حقیقت بپذیرید حتی اگر منطق و عقلتان آن را نفی می کند. به بیان دیگر، داشتن ایمان یعنی نادیده گرفتن استدلال ها و تجزیه و تحلیل های ذهن هوشیار و اعتماد کردن به توانایی های نیروی درونی ضمیر ناخودآگاهتان. یک مثال کلاسیک از بکار بردن این روش در انجیل متی بیان شده است و هنگامی که او به آن خانه وارد شد، مردان نابینا به سوی او آمدند و حضرت عیسی به آنها گفت: آیا شما ایمان دارید که من قادر به انجام این کار هستم؟ آنها به او پاسخ دادند: بله. سپس او چشمان آنها را لمس کرد و گفت: هر آنچه به آن ایمان دارید محقق خواهد شد. و چشمان آنها باز شد و حضرت عیسی از آنها قول گرفت که در این باره با هیچ کس چیزی نگویند. در جمله هر آنچه به آن ایمان دارید محقق خواهد شد، شما می توانید ببینید که در واقع حضرت عیسی از همان نیروی شفابخشی که در ضمیر ناخودآگاه آن افراد نابینا وجود داشته کمک گرفته است. ایمان آنها ایمانی راستین بود و باورشان باوری قلبی و درونی و همین مسئله باعث شد که آن معجزه رخ دهد و دعایشان مستجاب شود و آن افراد نابینا بینایی خود را دوباره به دست آورند. در طول قرنهای متمادی این روش درمانی توسط افراد بسیاری از مذاهب و ادیان مختلف و در گوشه کنار جهان به کار گرفته شده است و باعث شفا پیدا کردن بیماران بسیاری گشته است. هنگامی که حضرت عیسی از آنها می‌خواهد در این باره با هیچ کس چیزی نگویند، می‌خواهد اطمینان حاصل کند که شکاکی و تردید دیگران نسبت به وقوع این معجزه بر روی بیمارانی که به تازگی بینایی خود را باز یافته اند اثری منفی نگذارد. اگر آن افراد در نتیجه حرفهای دیگران دچار شک و تردید می شدند، ایمانشان سست می شد و در نتیجه وارد شدن ترس، شک و نگرانی به ضمیر ناخودآگاهشان ممکن بود. تأثیر شفابخشی که نتیجه ایمان حقیقیشان بود از بین برود، چرا که او با قدرت و قاطعیت به آن ارواح ناپاک فرمان داد و آنها هم خارج شدند. انجیل لوقا. هنگامی که آن افراد نابینا برای شفا یافتن نزد حضرت عیسی آمدند، به خاطر ایمان خودشان و ایمان حضرت عیسی و درک او از نیروی شفابخش ضمیر ناخودآگاه بینایی خود را به دست آوردند. حضرت عیسی در قلب خود به درستی تمام حکمهایش ایمان داشت و مطمئن بود که همگی به واقعیت تبدیل می شوند. در حقیقت ذهن درونی همه انسانها به یکدیگر متصل است و یک ذهن درونی همگانی را تشکیل می دهد. ذهن درونی حضرت عیسی و تمام افرادی که به کمکش احتیاج داشتند به یگانگی رسیده بود
و باور قلبی و اطمینان درونی او باعث می شد که الگوهای منفی و ویرانگری که در ذهن بیماران وجود داشت از بین بروند. درمان بیماری آن افراد نتیجه گریزناپذیر بر تغییر ذهنیت آن افراد بود. فرمانی که حضرت عیسی میداد خطاب به ضمیر ناخودآگاه بیماران و آگاهی احساسات خودش بود و او حقیقتاً باور داشت که ضمیر ناخودآگاه آن افراد نسبت به فرمان قاطع او واکنش نشان خواهد داد. معجزاتی که در مکانهای مقدسی که در سرتاسر جهان وجود دارند رخ می‌دهند. شواهد متعددی وجود دارد که در مکانهای مقدسی که در گوشه کنار دنیا مانند ژاپن، هند، اروپا و آمریکا بیماران زیادی به صورتی معجزه‌آسا شفا یافته‌اند. من شخصاً از چندین معبد معروف در ژاپن بازدید کرده‌ام. در معبد بزرگ و باشکوه دیاپوتسو که شهرتی جهانی دارد، مجسمه برنزی غولاسایی از بودا وجود دارد که بر روی زمین نشسته و در حال مراقبه است. ارتفاع این مجسمه 42 فوت است و اصطلاحاً به آن بودای بزرگ میگویند. من با چشمان خودم مشاهده کردم که افراد پیر و جوان به این معبد می آیند و پیشکش‌های خود را در پای این مجسمه به او تقدیم می کنند. پول، میوه، برنج و پرتقال جزو اقلام رایجی هستند که مردم به عنوان پیشکش به این معبد می آورند. شمع‌ها در همه جا روشن بودند. عطر عود فضا را پر کرده بود و طنین صدای زمزمه و نجوای افرادی که مشغول نیایش بودند حال و هوایی روحانی و اسرارآمیز به آن مکان بخشیده بود. راهنمای ما معنی مناجات یک دختر جوان را برای ما توضیح داد. آن دختر جوان در حالی که در مقابل مجسمه بودای بزرگ خم شده بود و زیر لب دعایی را زمزمه می کرد، 2 پرتقال را به عنوان پیشکش پای مجسمه گذاشت. به علاوه او یک شمع هم روشن کرد. راهنمای ما برایمان توضیح داد که آن دختر جوان مدتی پیش در اثر آسیب دیدن تارهای صوتیش صدایش را از دست داده بود، اما در این معبد دوباره صدای خودش را باز یافته بود. او اکنون به اینجا آمده بود که برای بازیافتن صدایش از بودا سپاسگزاری کند. آن دختر جوان ایمان داشته است که بودا میتواند صدایش را به او بازگرداند و کمک کند که او دوباره آواز بخواند. همین باور او باعث شده بود که ضمیر ناخودآگاهش از نیروی شفابخش خود استفاده کند و دعایش را مستجاب کند. برای اینکه بهتر قدرت تصویرسازی ذهنی و اطمینان قلبی را درک کنید، میخواهم داستان یکی از خویشاوندان نزدیکم را برای شما تعریف کنم که از یک بیماری تنفسی رنج میبرد. ریه‌های او به شدت آسیب دیده بودند و نفس کشیدن برایش سخت شده بود. پسر او تصمیم گرفت که برای درمان پدرش کاری انجام دهد. او نزد پدرش که در شهر پرت در استرالیای غربی زندگی می کرد رفت و به او گفت که با یک راهب که به تازگی از یکی از مکانهای مقدس در اروپا بازگشته است ملاقات کرده و او یک تکه از صلیبی را که حضرت عیسی به آن میخ شده بوده به او فروخته است. او به پدرش گفت که $500 برای آن تکه چوب کوچک به آن راهب پرداخته است. آن مرد جوان در واقع آن تکه چوب را از کنار جاده برداشته بود و سپس به سراغ یک جواهرساز رفته بود
و از او خواسته بود که برای آن تکه چوب یک حلقه و زنجیر بسازد تا واقعی به نظر برسد. او به پدرش گفته بود که افراد زیادی با لمس کردن این گردنبند چوبی یا همان تکه‌ای از صلیب حضرت عیسی شفا یافته‌اند و بیماریشان درمان شده است. او به حدی تخیلات پدرش را شعله‌ور کرد که آن پیرمرد آن گردنبند را از او گرفت، آن را بر سینه‌اش گذاشت و در حالی که زیر لب دعا می‌کرد به خواب فرو رفت. فردای آن روز بیماری او کاملاً درمان شده بود. تمامی آزمایش‌های پزشکی هم این مسئله را تایید می‌کردند. البته تا الان شما دیگر خوب می‌دانید که آن تکه چوب نبوده که بیماری آن پیرمرد را شفا داده است. چیزی که باعث درمان او شده تحریک شدید تصوراتش بوده که باعث ایجاد یک ایمان قلبی و انتظار شفا یافتن در او شده است. تصور او با ایمان درونیش دست به دست هم داده بودند و در کنار هم باعث شده بودند که بیماری آن فرد شفا پیدا کند. آن مرد هیچ وقت حقیقت ماجرا را به پدرش نگفت. اگر پیرمرد از حقیقت باخبر می شد، احتمالاً دوباره بیماری به سراغش می آمد و وضعیت مثل قبل می شد. اما چون هرگز متوجه نشد که آن تکه چوب تنها یک تکه چوب معمولی بوده است، تا آخر عمرش دیگر آن بیماری به سراغش نیامد و 15 سال بعد در سن 89 سالگی فوت کرد. یک اصل جهان شمول درباره شفا یافتن. این یک حقیقت است که در نقاط مختلف دنیا افراد بسیاری به کمک نیروهایی مرموز و اسرارآمیز شفا می‌یابند و بیماریشان به کلی درمان می‌شود. پس می‌شود نتیجه گیری کرد که یک اصل کلی و مشترک باید در پشت تمام این اتفاقات باشد. این اصل کلی ضمیر ناخودآگاه انسان است و تنها فرایندی که موجب شفا یافتن بیماران می شود ایمان آنها به این است که شفا پیدا می کنند. اکنون زمان آن فرا رسیده است که یک بار دیگر این حقیقت بنیادین را در ذهن خود مرور کنید. نخست این که عملکردهای ذهنی شما توسط دو لایه مختلف از ذهنتان، یعنی ذهن هوشیار و ضمیر ناخودآگاه انجام می شوند. دوم این که ضمیر ناخودآگاه شما همواره تسلیم نیروی تلقین است. علاوه بر این، ضمیر ناخودآگاهتان کنترل کامل تمامی عملکردهای حیاتی و شرایط روحی و جسمی بدن شما را در دست دارد. من فرض را بر این می‌گذارم که تمام خوانندگان این کتاب از این واقعیت مطلع باشند که تمام نشانه‌های بیماری‌های مختلف را می توانند از طریق تلقین به فردی که در حالت هیپنوتیزم قرار دارد در بدن او ایجاد کرد. برای مثال می توان از طریق تلقین به ضمیر ناخودآگاه فردی که در حالت هیپنوتیزم قرار دارد باعث شد که دمای بدن او بالا برود، یا با توجه به ماهیت تلقینی که به خورد ضمیر ناخودآگاه او داده می شود کاری کرد که چهرهش سرخ و برافروخته گردد و یا رنگش مثل گچ سفید شود. آزمایش‌های مختلفی نشان داده اند که شما از طریق تلقین می توانید به یک فرد بقبولانید که او فلج است و نمی تواند راه برود و واقعاً هم همینطور خواهد شد. یا اینکه شما می توانید یک لیوان آب خنک را زیر دماغ فردی که در حالت هیپنوتیزم قرار دارد بگیرید و به او بگویید
این لیوان پر از فلفل است، آن را استنشاق کن. و آن فرد به محض انجام این کار شروع می کند به عطسه کردن. شما فکر می کنید چه چیزی باعث عطسه او می شود؟ آب و یا تلقینی که به او شده است. اگر مردی بگوید که به یک گیاه خاص حساسیت دارد، شما می توانید در حالت هیپنوتیزم یک ظرف خالی را مقابل بینیش بگیرید و به او بگویید که این ظرف پر از آن گیاه خاص است. با انجام این کار بلافاصله تمام نشانه های حساسیت در او ظاهر می شود. این نشان می دهد که ریشه تمام بیماری ها در ذهن انسان نهفته است. در نتیجه ذهن خود انسان هم می تواند تمام بیماری ها را درمان کند. حتما شما هم شنیده اید یا دیده اید که در نتیجه انجام مراسم مذهبی، ماساژ و مالش استخوان‌ها و مفاصل و سایر روش‌های درمان طبیعی و بدون دارو، بیماران بسیاری در سرتاسر دنیا به طرز شگفت انگیزی شفا یافته‌اند. اما کاملا واضح است که تمام این بیماری‌ها توسط نیروی ناخودآگاه درمان شده اند. تنها نیروی شفابخشی که وجود دارد. تا کنون توجه کرده اید که چگونه زخمی که در زمان اصلاح صورتتان بر روی پوستتان ایجاد می شود خود به خود بهبود می یابد. انگار که پوست شما دقیقاً می داند که چطور باید خودش را ترمیم کند. پزشکان زخم را پانسمان می کنند و می گویند که طبیعت آن را درمان خواهد کرد. منظور از طبیعت همان قانون طبیعی، قانون ضمیر ناخودآگاه یا قانون محافظت از خود است که اساس عملکرد ضمیر ناخودآگاه به حساب می آید. غریزه محافظت از خود نخستین قانون طبیعت است. از بین تمام تلقین هایی که می توانید به ضمیر ناخودآگاه خودتان بکنید، اصلی ترین غریزه تان دارای بیشترین قدرت است. نظریه های کاملا متفاوت کار عبث و بیهوده است که بخواهیم درباره نظریه های متعددی که توسط ادیان و مذاهب مختلف و گروه های درمانی گوناگونی که توسعه یافته‌اند بحث‌های عمیقی بکنیم. گروه‌های بسیاری هستند که ادعا می‌کنند چون نظریه آنها به نتایج صحیحی منجر می‌شود، پس تنها نظریه درست متعلق به آنهاست. اما همانطور که در این فصل توضیح می‌دهیم، این نمی‌تواند حقیقت داشته باشد. همه شما خوب می‌دانید که روش‌های درمانی متعددی وجود دارند. فرانس آنتون، یک پزشک اتریشی که در پاریس طبابت می‌کرد، متوجه شد که با قرار دادن آهنربا بر روی بدن افراد بیمار می‌تواند آنها را به طرز معجزه‌آسایی درمان کند. همچنین او از قطعات فلزی و شیشه‌ای گوناگون دیگری برای درمان بیماران استفاده می‌کرد. سپس او این روش درمانی را متوقف ساخت و ادعا کرد که این درمان‌ها در نتیجه مغناطیس حیوانی است و این نظریه را مطرح کرد که این نیروی مغناطیسی از وجود درمانگر به وجود بیمار منتقل می شود. از آن به بعد او برای درمان بیمارانش از هیپنوتیزم استفاده می کرد، روشی که در زمان خودش آن را خواب مغناطیسی نامیده بود. اما سایر پزشکان معتقد بودند که تنها دلیل درمان این بیماران توسط او استفاده اش از نیروی تلقین بوده و نه هیچ چیز دیگری. تمام این گروه ها مثل روانپزشکان، روانشناسان، استخوان پزشکان، پزشکان تجربی و تمام کشیشان، روحانیون و فرقه های مذهبی
از یک نیروی شفابخش یکتا استفاده می کنند که در ضمیر ناخودآگاه هر انسانی وجود دارد و تنها نیروی شفابخش حقیقی است. هر کدام از این گروه ها ادعا می کنند که درمان بیماری ها نتیجه صحت نظریه های آنهاست، اما فرایند همه این روش های درمانی عبارت است از یک نگرش ذهنی قاطع و مثبت، یک دیدگاه درونی و یا یک شیوه تفکر که به آن ایمان میگویند. شفای بیماران نتیجه باور آنها از انتظارشان برای شفا یافتن است. این انتظار تلقینی قدرتمند را به ضمیر ناخودآگاه این افراد القا می کند و قدرت شفابخش آن را رها می سازد. نیرویی که این بیماران را شفا می دهد یک نیروی واحد است. درست است که نظریه ها و شیوه های درمانی متعددی وجود دارد، اما تنها یک فرایند درمانی وجود دارد که در بین تمام این شیوه ها و نظریه های مختلف مشترک است و آن چیزی نیست جز ایمان. در تمام جهان تنها یک نیروی شفابخش وجود دارد و آن چیزی نیست جز ضمیر ناخودآگاهتان. هر نظریه و شیوهی را که دوست دارید انتخاب کنید. تا زمانی که به آن نظریه ایمان داشته باشید می توانید مطمئن باشید که به نتیجه دلخواهتان دست پیدا می کنید. نظرات و دیدگاه‌های پاراسلسوس. پاراسلسوس یک پزشک و شیمیدان سرشناس سوئیسی که در قرن 15 و 16 میلادی میزیست، یکی از مشهورترین درمانگران در روزگار خودش بود. او در آن زمان جمله‌ای را می گفت که اکنون به عنوان یک حقیقت علمی واضح و روشن شده پذیرفته شده است. فرقی نمی کند چیزی که به آن ایمان دارید حقیقت داشته باشد و یا یک دروغ. تا زمانی که ایمان شما واقعی باشد، نتیجه ای را که می خواهید یکسان خواهد بود. بنابراین اگر من به همان اندازه‌ای که به خود سنت پیتر ایمان دارم به مجسمه او هم ایمان داشته باشم، تأثیری که مجسمه بر روی من میگذارد مانند همان تأثیری خواهد بود که اگر خود سنت پیتر در اینجا بود بر روی من میگذاشت. تنها چیزی که حقیقت دارد این است که ایمان باعث بروز معجزات می شود. هیچ فرقی هم نمی کند چیزی که به آن ایمان دارید حقیقت داشته باشد و یا یک دروغ بزرگ باشد. تا زمانی که ایمان شما واقعی باشد، نتایج شگفت انگیز و مشابهی را مشاهده خواهید کرد. نظرات و دیدگاه‌های پاراسلسوس در قرن 16 توسط پیتر و پومپونازی فیلسوف ایتالیایی همدوره او تایید شد. او معتقد بود که ما می توانیم به راحتی به نتایج شگفت انگیزی که در نتیجه اطمینان و تصور به وجود می آیند دست پیدا کنیم، مخصوصاً اگر آن اطمینان و تصور ذهنی عمیقاً در ذهنمان ریشه دوانده باشد. تأثیر شفابخش اماکن مذهبی خاص در واقع در نتیجه تصور و اطمینان بیمارانی است که به قدرت شفابخش آنها ایمان دارند. اگر بیماری به قدرت شفابخشی چیزی ایمان داشته باشد، ایمانش بیماری او را درمان خواهد کرد. بنابراین اگر شما باور داشته باشید که استخوان‌های پوسیده یک قدیس و یا نوشیدن آب یک چشمه مقدس می تواند شما را شفا دهد و بیماریتان را درمان کند، در هر صورت به خاطر این تلقین که به ضمیر ناخودآگاهتان می کنید، بیماری شما درمان می شود. در حقیقت این نیروی ضمیر ناخودآگاه شماست که شما را درمان می کند. آزمایش های برنهایم.
برنهایم استاد دانشکده پزشکی در دانشگاه نانسی فرانسه در طول سالهای 1910 تا 1919 این واقعیت را شرح داد که چگونه تلقین پزشک به بیمارش بر ضمیر ناخودآگاه بیمار اثر می‌گذارد. برنهایم در صفحه 197 از کتابش تحت عنوان تلقین درمانی داستان مردی را بازگو می کند که زبانش فلج شده بود و هیچ شیوه درمانی بر روی او مؤثر نبود. پزشک معالج آن مرد به او گفته بود که یک ابزار جدید دارد که مطمئناً می تواند بیماری او را درمان کند. او یک دماسنج طبی را در دهان بیمارش گذاشت. بیمار تصور کرده بود که این دماسنج همان ابزار جدیدی است که دکترش درباره آن با او صحبت کرده بود و به او قول داده بود که میتواند بیماریش را درمان کند. تنها بعد از گذشت چند دقیقه آن بیمار با خوشحالی فریاد زد که دوباره میتواند به راحتی زبانش را تکان دهد. برنهایم پس از بازگو کردن این داستان ادامه می دهد که چنین اتفاقاتی در بین بیماران خود من هم وجود داشته است. یک دختر جوان که به مدت 4 هفته به صورت کامل قدرت تکلمش را از دست داده بود به مطب من مراجعه کرد. پس از این که از علت این مشکل او مطمئن شدم به دانشجویانم گفتم که از دست دادن قدرت تکلم گاهی مواقع میتواند به سادگی و با استفاده از الکتریسیته درمان شود که ممکن است این اتفاق تنها در نتیجه تلقین بیمار به خودش باشد. سپس به دنبال دستگاه القای الکتریکی فرستادم. سپس آن را به حنجره بیمار نزدیک کردم و به او گفتم که اکنون تو می توانی با صدای بلند صحبت کنی. در همان لحظه من توانستم کاری کنم که او ابتدا حرف آ و سپس حرف ب و سپس اسم خودش یعنی ماریا را تلفظ کند و پس از آن او بدون هیچ مشکلی به حرف زدن ادامه داد. مشکل او به کلی برطرف شده بود. با انجام این آزمایش ها برنهایم می‌خواهد که قدرت ایمان و انتظار بیمار برای درمان را به همگان نشان دهد. ایمان و انتظاری که به صورت یک تلقین قوی بر روی ضمیر ناخودآگاه بیمار اثر می‌گذارد و باعث شفا یافتنش می شود. ایجاد تاول بر روی پوست با استفاده از تلقین. برنهایم گزارش می دهد که او با استفاده از نیروی تلقین توانسته است که بر روی پوست گردن یک فرد تاول ایجاد کند. او برای انجام این کار یک جسم همدمای اتاق را بر روی پوست او قرار می دهد، اما به او تلقین می کند که دمای آن جسم بسیار بالاست. این آزمایش توسط پزشکان زیادی در سرتاسر جهان انجام شده است و همه آنها نتایج آن را تایید کرده اند. این مطلب ثابت می کند که تلقین کلامی به ضمیر ناخودآگاه بیمار می تواند بر روی وضعیت جسمانی او تأثیر بگذارد. علت ایجاد استیگماتا. در صفحه 153 از کتاب قانون پدیده‌های روانی نوشته هادسون او میگوید که پدیده استیگماتا میتواند در برخی از افراد در نتیجه تلقین به وجود بیاید. دکتر ام برو یک سوژه آزمایش را از طریق هیپنوتیزم به خواب فرو میبرد و این جمله را به او تلقین می کند: امروز بعد از ظهر رأس ساعت 4 تو به دفتر من میایی. در صندلی که مقابل میز من قرار دارد
دست به سینه می نشینی و بینیت شروع به خونریزی می کند. سپس آن فرد را از حالت خلسه خارج می کند. درست رأس ساعت مقرر فرد مذکور وارد دفتر دکتر برو می شود، روی صندلی می نشیند و چند قطره از سوراخ سمت چپ بینیش سرازیر می شود. در یکی دیگر از آزمایش هایی که دکتر برو انجام داده است، او با نوک کند یک جسم حروف اسم فرد مورد آزمایش را بر روی دستان او که در حالت هیپنوتیزم قرار داشته می نویسد و به او می گوید امروز بعد از ظهر رأس ساعت 4 تو به خواب فرو می روی و بازویت در امتداد خطوطی که من اکنون بر روی آن کشیدم شروع به خونریزی می کند و حروف اسمت به صورت یک زخم بر روی بازویت ظاهر می شود. سپس آن فرد را تحت نظر می گیرد و مشاهده می کند که رأس ساعت 4 بعد از ظهر او همانطور که به او دستور داده شده بود به خواب فرو می رود. بعد از چند لحظه حروف اسمش با خطوطی قرمز بر روی بازوی سمت چپش ظاهر می شوند و چند قطره خون از جاهای مختلف آن سرازیر می شود. آن نوشته ها حتی پس از گذشت چندین ماه باز هم قابل رؤیت بوده اند، هرچند که کم رنگتر شده بودند و جای زخم التیام یافته بود. این وقایع و آزمایش ها دو اصل کلیدی را که پیشتر درباره آنها صحبت کردیم تأیید می کنند. نخست تسلیم بودن بی قید و شرط ضمیر ناخودآگاه از تلقینی که به آن می شود و دوم کنترلی که ضمیر ناخودآگاه بر روی عملکرد، احساسات و شرایط بدن انسان دارد. این مشاهدات نشان می دهند که ضمیر ناخودآگاه در اثر تلقین می تواند باعث بروز شرایط غیر طبیعی در بدن فرد مورد نظر شود. به عبارت دیگر این مشاهدات گواهی هستند بر درستی این جمله معروف: انسان همان چیزی است که در قلبش، یعنی در ضمیر ناخودآگاه، به آن می‌اندیشد. مرور نکاتی در رابطه با قدرت شفابخشی ضمیر ناخودآگاه. 1. دائما به خودتان یادآوری کنید که نیروی شفابخش حقیقی در ضمیر ناخودآگاه خودتان نهفته است. 2. به یاد داشته باشید که ایمان مانند دانه‌ای است که در زمین کاشته شده است. هرچه بکارید قطعاً همان را هم برداشت می کنید. پس یک ایده یعنی بذر را در ذهنتان بکارید، با انتظارتان پایش را آبیاری کنید و از آن مراقبت کنید و مطمئن باشید که نتیجه آن ایده را در دنیای بیرونی خواهید دید. 3. ایده‌ای که برای نوشتن یک کتاب، ایجاد یک اختراع جدید و یا تهیه یک نمایشنامه خارق‌العاده دارید در ذهنتان واقعیت دارد. برای همین هم شما می توانید باور کنید که از همین الان هم آن را دارید. واقعیت داشتن ایده، اختراع و یا برنامه خود را باور کنید و مشاهده کنید که چطور باورهایتان به واقعیت تبدیل می شوند. هنگامی که برای دیگران دعا می کنید، بدانید که آگاهی درونی شما از یک پارچگی، زیبایی و کمال می تواند الگوهای منفی را که در ضمیر ناخودآگاه آنها وجود دارد تغییر دهد و نتایج شگفت انگیزی را رقم بزند.
داستان‌های معجزه‌آسا و متعددی که شما درباره شفا پیدا کردن بیماران در اماکن مقدس و مذهبی سرتاسر جهان میشنوید در حقیقت نتیجه تصورات و ایمان راستین آن افراد است که باعث می شود نیروی شفابخشی که در ضمیر ناخودآگاهشان وجود دارد فعال گردد. 6. سرمنشأ و ریشه اصلی تمام بیماری ها ذهن انسان است. هیچ نشانه‌ای از بیماری بر روی بدن ما ظاهر نمی شود مگر اینکه الگویی متناظر با آن در ذهن ما وجود داشته باشد. 7. تقریباً نشانی تمام بیماری ها را می توان از طریق تلقین به ضمیر ناخودآگاه انسان در حالت هیپنوتیزم بر روی بدن او ایجاد کرد. این امر نیروی واقعی ذهن انسان را به شما نشان می دهد. 8. تنها یک روش برای شفا یافتن وجود دارد و آن چیزی نیست جز ایمان. تنها یک نیروی شفا بخش وجود دارد و آن چیزی نیست جز ضمیر ناخودآگاه خودتان. 9. فرقی ندارد چیزی که شما به آن ایمان دارید واقعیت داشته باشد یا نه. در هر صورت شما نتیجه آن را مشاهده خواهید کرد. ضمیر ناخودآگاه شما به فکری که در ذهن شماست پاسخ می دهد. به ایمان به چشم فکری که در ذهنتان است نگاه کنید و همین برای شما کافی خواهد بود.